بوی خوبی نداره. بریم با هم دنبال بستنی ژاپنی. وای خدا خیلی ذوق دارم براش. یه بستنی‌های ژاپنی اومده توی یکی از فروشگاه‌های توی آلمان، توی کافلند اومده و بریم بگیریمش با هم تستش کنیم. هرچی میگردم پیدا نمی‌کنم توی این یخچالش. بچه تموم شده بود آیسش اینجا و یه جای دیگه هم اگه بخوام برم خیلی طولانیه. جایی که میخوام برم 30 دقیقه از اینجا راهه با اتوبوس. نمیدونم برم نرم. آخرش هم که تصمیم گرفتم برم، به خاطر اینکه اینا یه مدت کوتاه فقط هستن و بعدش تموم میشن. الان دسته یکی دیدم 2 تا بود. وای خدا باشه. اصلا انگار دنیا رو به من دادید وقتی اینا رو پیدا کردم. خیلی خوشحال شدم. پیداش کردم. هورا. به منم نمی‌رسه. بستنی نیست، دیزرته و تو تیک تاک میگفتن اصلا خوشمزه نیست. مأموریت موفقیت آمیز بود. هورا. الان من زود برم خونه که آب نشم. چون این ویدیو خیلی طولانی میشه، تستش رو تو ویدیو بعدی گذاشتم.